твой соловей тебя зовет, дождавшись темной ночки, он клювиком своим сорвет у розы лепесточки. Не бойся, розочка моя. Заранее благодарим. خوشبخت‌ترین انسان هستم که به همین کسب خداوند من روانه کرد. من هیچ وقت هم کوچه دوشنبه آمدم چلخوز رو میخوندم. در کوچه ما داشتم یک نفر. بعد فهمیدم که باید دیگه آمد است. استالسکیپ سول پرفیرش. شما با من معقول شدید. ما شما مسکو خودم گرفته میرم. همراه هم یک همکرس ها بود. هیولاد توی خودی از مسکو اومدگی آوردم من وزارت. بعد دیدیم استالسکی. من گرفته بود مسکو منم خیلی. می نویسم بسیار می نویسم. بعد چقدر چاپان شد یک کتابی نویسم. بعد آخرا دلم موند. تاجیکستانی عزیزی ما خواننده کم دارد. بعد فکر کردم چی در کار همین. بعد قطع کردم نویسم. حالا دو سه دفتر استاد دیگر ننوشتم. هر یک کشور فقط با تئاتر ملی خود با دراماتورگی ملی خود مشهور جهان می شود. اگر تئاترش آباد باشد، خوب باشد، ملی باشد، این کشور، این ملت ملت آباد است، ملت خوب است و ملت پیشرفت. وقتی که من بدرالدین بازی میکردم پیش نظرم استاد صدرالدین عینی بود. یعنی جوانی های صدرالدین عینی پیش برای همین برای من خیلی قیمت بود این نقش. لیکن در آن فیلم البته پیش از همه نقش قاری اشکم و قاری اسمت در اجرای اسمت و ظاهر جان بزرگ بود. فیلم طاهر صابری. این فیلم مرگ استادخور بهترین فیلم تاجیک در طول همین 100 سال است. من هم تو حساب میکنم. من سال 1960 آمدم اولین فیلم کینو بود. فقط در تمام فیلم های مرارت قاسمی فیلم کیمیاگر دو فیلم کیمیاگر سال 1962 سال 1964 میر время آسوده نمی شود فیلم رول های اساسی رو من بازی میکردم در فیلم. بعد در تمام فیلم از سال 66 از مرگ استادخور، خیانت، رزبلچینی دیگر فیلم های طاهر صابری رو و رول های اساسی رو بازی میکردم. خب همون وقت اکران روسیه نوشته بود که ژورنال اکران پورتریت من در صحیفه اول که از همه بسیارتر صدها میلیون نفر مثلا فیلم های با اشتراک حبیب الله عبدالرزاق و مردمی سویتی جهان تماشا کردم. این خیلی گپ های چیزها بود. نمایشی که در تئاتر جهان های تاجیکستان مانده شد این پیسه گلرخسار صفیه و غار اجنه ها برای کنه. این نمایشنامه در یک سال بیشتر از 1000 مراتب تمامی ریسپوبلیکا و سفر کرده غار اجنه های تماشا میکردن. با همین اثری تاجیکی شد. حاضر نیست این خیلی درامات. رژیسورها کار نمیکنند، وزارت فرهنگ با دراماتورگ‌های جوان کار نمیکنند. فضلی محمدی نوشته بود که تئاتر بزرگترین منبع است برای نویسنده، برای شاعر، اینتلیجنت. لیکن چخ یک اثر نوشت سال 1898 و یک گذاشتن در در پترزبورگ تئاتر امپراتوری نشد و اثر
نشد. گازیتوی همون وقتی خوندید چخ آنتون پاولیچ میگه بیزدارنی، یک نویسنده جوان دراماتورگ پیدا شده است که هیچ هنر ندارد. گفته خیلی گپا. وقتی که با استانیسلاوسکی و نیمروز جانچین کشناس شد، اینا قدی سالانی دراز میرفتن یالتا و دیگر جاها ماهای دراز بالای اثر سخن دیالوگ کار میکردن. چخوف حالی در جهان یکی از اولین دراماتورگ های جهان حساب میخورد. تمام جهان اگر مانند اول از چخوف سر میکردن میکنن حاضرم. اینا چخوف و چخوفش. لیکن ما با این خیلی چیز حاضر کم افسوس، خیلی افسوس که چرا رژیسورهای ما، تئاترها، راهبرهای تئاترهای ما با نویسنده های جوان در نزد تئاتر یک کرسی دراماتورگ های کشند، رژیسورها با دراماتورگ ها کار کنند، صحبت کنند، اینها با تئاترها رفته هر نمایشنامه ها را تماشا کنند. اون وقت یک دراماتورگ پیدا می شود. یک نمایشمان در ازبکستان ها سالهای 90 و چند آتلیامون تئاتر ازبکستان تمام جهان با این نمایشنامه گاسترول میکرد و ملت ازبک بلند برداشت که ازبک‌ها ببینید این تئاترش، ببینید نمایشنامه. یا که در تئاتر جوان‌های تاشکند مونده بود، یک دو سه اسپکتاکل. اینا حاضر تئاتر قزاق قرغیز زمان، تئاتر قرغیز یکی از تئاترهای بزرگ جهان شد. حاضر قزاقستان بمونه تئاتر بزرگترین جهان، حاضر اسپکتاکل های بینید از تمام آسیای مرکزی دو نمایشنامه لوارد شد، هر دوش هم اسپکتاکل های برزو. لیکن تاجیکستان یگان نفر آدم صحبت نمی کند، وقت یگان آدم آمده تلفن هم نمی کند که اکی برزو ها بیوید. وقت تئاتر لاهوتی از جهان ها هست، 16 تئاتر هست، یگان نمایشنامه مانید چیز کنید که تئاتر تاجیک هم یک جهانی شود. نه نیست خیلی آدم ها چیکار کنید. هر یک ایجادکاری مشهور موقع خودش دارد، هم در سیاست، هم در اجتماعیات، هم در اقتصاد. و این موقع خودش نداشته باشه و هیچ وقت ایجادکاری بزرگ شده نمیتواند. کسی که ایجادکار موقع دارد، دید دارد، اون وقت باید ایجادکاری بزرگ شده نشه ممکن، برای که آن نمایش هایی که به صحنه میگذارد به دیگرها مانند نیست، موقع خودش پیشنهاد میکند. برای همین ویها برزو میشوند و یا برای همین ویها مشهور میشوند. اگر رژیسور موقع نداشته باشد، دید نداشته باشد، وی رژیسور شده نمیتواند. حسین گدایف سالی 56 بود. ما از مسکو آمد و گفت که همین آچه من نان میپخت، شیشتی نان خورد. همین بچه ما را گیر حیوله بر. بعد هم خودش خونشون رفتیم با خیرالله عبدالله کمپلیتر. بعد من گرسته دوشنبه آوردم وزارت با خوازارو گفتیم که ما با. بعد من با گرسته مسکو بردم خانه خودم با زندگی کرد 3 سال خانه من این کراتی این مانان این تراش من تو را خون زندگی هم خیلی، یعنی سببی همین حسین گدایف من بود.